زی مرگ نابهنگامت پدر بسیار می سوزیم. به خود می پیچیم از اندوه و آتشوار می سوزیم. زی خاک سرد گور تو به دل افتاد یک سوز، میان آتش اندوه آدم خوار می سوزیم. به دور خویش جز تاریکی اندوه نمی بینیم، مثال اختر در آسمان تار می سوزیم. دل تو ماند از کار و دل ما گشت غم بیمار، برای آن دل بی کین و بی آزار می سوزیم. فراموش کی شود از یاد یاران حق تلاشیت، همیشه بهرت ای انسان نیکوکار می سوزیم. پدر گوهر، دردانه، سرمایه زندگی، نیروی جان، قوت دل فرزندان، شاه ستون و چراغ خاندان است. پدر درختی است که سایش بسنده است. پدر بال و پر عائله، خرسندی اهل خانواده، اولین معلم و تربیتگر فرزندان بوده. در زندگی هر کدام ما نقش مهم را اشغال می کند. پدر قبله‌گاه و خندش دلخوشی فرزند محسوب می یابد. زیر این مفهوم سیمای نفر پیش نظر جلوه‌گر می شود که دل بزرگ و برای مهر و محبت همه فرزندان در قلب خود جای دارد. پدر فیض و برکت و زیب و فر خاندان و دعای نیکش دایم همسفر و سعادت بخش ماست. مقصد از این گفته ها یاد روزگار شیرین پدر بزرگوار، قبله‌گاه خاندان سیادف سعدالله را بار دیگر وراگردان کردن است. موصوف 1 اپریل سال 1959 در دهه مداره جماعت دهات رودکی شهر پنجکند در عائله دهقان چشم به عالم هستی گشوده است. برای گرفتن معلومات میانه سال 1966 از مکتب 8 ساله رقم 20 به نام میرزا توسنزاده آغاز نموده، سپس معلومات پوره میانه را در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 دهه ارتوچ ادامه داده، آن را سال 1976 با موفقیت ختم نموده است. پس از ختم مکتب میانه به چاروا پروری مشغول بود. بعداً در فدراسیون روسیه یک چند مدت به مهاجرت مهنتی رفت. پس از بازگشت فعالیتش را در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 50 همچون آشپز، سپس در جمعیت مطلوبات کارگری کالخوزچان حاضره غوسر کارمند سودا، در اداره شبکه‌های برق پنجکند نظارتچی در جماعت دهات سرزم فعالیت نموده است. در کجایی که کار و فعالیت نکرده باشد از خود نام نیک باقی گذاشت. دیده درا بود، به دل و دیده ها جای شد. حالا ماه مبارک رمضان، ماه خیر، عفو و اعمال ثواب ادامه دارد. زادروز مرد نکونام سیادف سعدالله 1 اپریل به این روز مبارک راست آمده است. اهل خاندان، مادر عزیز 4 نفر فرزندان مشرف قربانوه با 1 پسر و 3 دختر و 9 نبیره گرد دسترخوان مولودی جمع آمده با اشک و حسرت و دعای فاتحه یادش را می کنند. پدری مهربان و غمخوارا که خورد بعد تو غم ما را، بعد بیماری که بیر بودد زندگی ماست بیمارا. روزی تو بود کوته و رفتی، روزی و روزی ماست دشوارا. روحی تو زیر خاک آرام است،
روح ما روی خاک ابگارا، زیر یک پاره خاره خوابیدی. بهر ما ماندی کوه خارا را، ما ندیدیم چهره گرمت، در قیامت بماند دیدارا. این پدری بزرگوار سیاد سعدالله برای فرزندان غمخوار و مهربان در وقت ضروری سخت گیر هم بود. تا حال پند و نصیحت های پدر را چون حلقه بر گوش کرده در زندگی از آن استفاده می برند. سخنان پدر برایشان الهام بخش است. گرچنده مدتی کوتاه گذشته باشد هم در لحظه های دشوار زندگی، تنهایی و مشکلی های پیش آمده از پدر یاد و تکیه به مهر و غمخواری قبلگاه می کنند. جانا پدرا، از سر دنیا رفتی، دنیا چی بود که از سر ما رفتی؟ هر بار سفر رفته و می آمدی باز، این بار بگو کجا تماشا رفتی؟ هرچند می گویند که مرگ پدر و مادر میراث، ولی همیشه برای فرزندان جای هر یکی خالی است. مرا با یاد خود آرید از بعد وفات من، که اندر راه نیکی پشت سر گردید حیات من. ندیدم دوره پیری و از باغ جهان رفتم، دعا سازید خوانید فاتحه بهر نجات من. یادتان بخیر پدری بزرگوار سیاد سعدالله. دستی دعا داریم که منزل واپسینتان از نور الهی منور باشد. بر دلم بابای جانی من کجاست؟ غم و اندوه در دلم بابای جانی من کجاست؟ ملک دل شد تاریکستان، مهربانی من کجاست؟ ملک دل شد تاریکستان، مهربانی من کجاست؟ می درخشید صبح دم پیش نظرها دایما یارم، نور بخشی آسمانم، شمس تابانم کجاست؟ نور پاشی آسمانم، شمس تابانم کجاست؟
پیکارت برق رخشانم کجاست؟ بلبلی نو رسته هستم می سرایم نو به نو. بحری بابای عزیزم کبک خوش خانم کجاست؟ جای تا